آیین دارن صحبت میکنن، رفتار میکنن، عمل کرد دارن، به وحدت رسیدن با خودشون، با خدای درون خودشون. همین الان با تک تک کالبدات به وحدت رسیدی، یعنی تک تک کالبدات رو دیدی، شناختی و پذیرفتی. یعنی تو در همین الان هم در بعد پنجم هستی. درسته. و یک ارتقا پیدا کردی، چون با تک تک بودهای وجودی خودت آشنا شدی و هر زمان اونها رو لازم داشته باشی میتونی در اون بود وجودیت باشی. اگر نیاز بود از آنجل وجودت استفاده میکنی، اگر نیاز بود از راهبه وجودت استفاده میکنی، اگر نیاز بود از فرازمینی وجودت استفاده میکنی. این معنی واقعی پیوندهای روحی و به کارگیری تک تک پتانسیل های وجودی مونه. درست. ازت خیلی ممنونم واقعا. خیلی بهم کمک کردی عزیزم. باید که میدونستی برای ادامه مسیر زندگی باید که قدرت های خودت رو میشناختی و خودت رو باور کرده بودی، اما بیشتر بشناسی. شناخت خود به شناخت خدا و جهان هستی تو رو میرسونه. اگر در این مسیر روزی میخوای به کشف اسرار خلقت برسی، باید که تک تک بودهای خودت رو اول بشناسی و الان کاملا در مسیر اون قرار داری. خیلی خوشحالم. یه آرامش خیلی خوبی دارم. احساس میکنم تازه دارم میفهمم. اصلا انگار تا امروز هیچی نمیدونستم. اون چیزایی هم که میدونستم نسبت به بقیه خیلی بهتر و بیشتر بود، ولی الان انگار اصلا یه دریچه دیگه است، یه دنیای دیگه است و چقدر اینجا قشنگ معنا پیدا میکنه. بزرگیت خدا، نور. تازه الان احساس اینکه خدا دقیقاً کیه، چیه، چه جوریه رو بیشتر حس میکنیم. گستردگیشو، بزرگیشو راحت تر حس میکنم. من خیلی وقتا با آسمون نگاه میکردم و به عظمت خدا پی میبردم، ولی الان اصلا اون اندازه یه نقطه بود از عظمت خدا و الان اصلا خیلی عجیبه. اصلا فرای تصور و فرای توضیح دادن اصلا نمیتونم توصیفش کنم. خیلی برام جالبه این قضیه و اون عظمت و مهربونی و اون یک پارچگی و اینا همه خیلی قشنگه. خیلی دقیقا. و چیزی که الان دعوت کردن شما رو اینه که در لحظاتی مشرف بشی در عالم ملکوت و در کنار خداوند و اون احساس واقعی اونجا رو درک کنی، از اون هیچ بودن مطلق و اون عظمتی که الان در لحظه درک خواهی کرد. من فکر میکنم که میتونی خودت پرواز کنی، میتونی که یک فرشته تو رو همراهی کنه. نه، دارم میرم. من خودم هر وقت به اون ارتعاش نزدیک میشم ناخودآگاه سجده میکنم و سبحان الله سبحان الله رو میگم. یعنی سجده کنم؟ نه هر جو خودم داشتم گفتم من در لحظه واقعا ارتعاشش چیزی جز خداوند پاک و منزه رو به زبانم نمیاد دیگه. اصلا خیلی برام عجیبه. کاش همه آدم میتونستن اینو حس کنن. خیلی قشنگه. خیلی مثل خیلی قشنگه. نمیدونم اینجا که دارم میرم کجاست، ولی ملکوت، نزدیکترین حالت به خداوند. یه حسیه مثلا نمیدونم چجوری توضیح بدم. مثلا فکر کن مادر آدم که از همه دنیا برای آدم عزیزتره. یه حس بیشتر و فوق تصور تر از اون خدا به بندش داره. خدا الان به من داره، یعنی اون حس مهربونی از اون مادرم و الان مثلا میدید به کلام شاید کسی ندونه تصورش کنه، ولی من الان حسش میکنم. یه عشق
واقعا خیلی ما رو دوست داره و ما چرا یادمون میره که انقدر ما رو دوست داره. احساس کنم مثلا توی آسمونم دقیقا اینجور چیزی دارم میبینم. توی آسمون فرای توصیف نمیتونم توصیفش کنم، مثلا یه چیزی خیلی بزرگی، خیلی بزرگه، خیلی قشنگه. سرمو گذاشتم روی آسمون و میدونم که این خداست، اینجا خدا هست، اینجا خدا نزدیکتر اینجاست. دقیقا. و ببین انگار که مثلا دیدی مامانی که یکم توپلی هستش، دست نوازش میکشه، خیلی بزرگه، آدم توش بغلش که مثلا بچه که بودی اگه مامانمون توپلی بود تو بغلش گرم میشی، نرمه، مثلا یه حس عجیب راحتی و ما چقدر سخت میگیریم به خودمون. آره فقط آرامشه. کاش میتونستم همیشه اینجا بمونم. الان شوتتون میکنم پایین وقتی اینجا یه لحظه اینجا میمونیم همیشه همینجوری یه لحظه میمونیم بعد شوتتون میکنم پایین میگم دیگه بس بفرمایید برید. امیدوارم دوباره برگردم همینجا. واقعا انا لله و انا الیه راجعون. معنی واقعی برگشت ما به سوی اوست. واقعا این لحظاته که ما در وجودمون در آغوش خداوند قرار میگیریم و این معنی واقعی اون خالق و مخلوق، اون حس دوست داشته شدنه و همیشه باید بدونیم که ما آدم ها همیشه باید بدونیم حتی اگر زمانی که به ته بنبستا رسیدیم هر کسی هم نبود، یکی هست که واقعا عاشقانه ما رو دوست داره، خیلی ما رو دوست داره و فقط منتظری که به سمتش بریم، منتظری که بخوایم ازش. آره ببین چجوری بگم، همه این حرفا رو قبلا هم شنیدیم ولی اینکه الان حسش کنی، از ته عمق وجودت بفهمی، لمسش کنی، درکش کنی، خیلی قشنگتر از این که فقط بشنوی. کاش همه بتونن این حس رو داشته باشن. دقیقاً ولی دقیقاً خداوند درون همون قلب ماست، زمین درون قلب ماست، قلب ما منشأ آفرینش رو درون خودش داره، یعنی کلاً همه چیز یکیه، همه ما یکی هستیم، فقط کافیه به خودمون رجوع کنیم. همه این احساسات رو هر کسی که به درون فرو بره قطعاً خدا رو اونجا پیدا میکنه. حالا من اصلا گریه نمی کنم امشب، فقط گریه عزیزم خوبه، لازمش داشتی گریه خوبه از خوشحالی. آره واقعا اشک یه جورایی من خودم همیشه بهش میگم اشک شفاست، یعنی اشکی که باعث میشه تمام کارماهایی که اگه در موردش حرف زدی، من احساس کنم که این کارماهایی که در موردش حرف زدی اینا همه تموم شده. در مورد کارمایی داری باید که پاک بشه. من فکر کنم این اشک‌هایی که در آغوش خداوند اتفاق افتاد، اون احساس پاک و زلال اجازه نمیده که دیگه کارما یا لینکی یا آلودگی بر تو بمونه و کسی میتونه در این آغوش قرار بگیره قطعاً قلب پاکی داشته باشه که تو از این مرحله بسیار زیبا عبور کردی. این که گفتی اشک شفاست واقعا همینه. میخواستم اینو بگم، گفتم اشک شادی نیست، مثلا یه اشکی که نمیدونم اسمش به قول شما حالا شفاست ولی یه اسم قشنگ تری شاید داشته باشه که نتونم اسمش رو بگم، نمیتونم به زبون بیارم، ولی یه چیز خیلی خاصیه واقعا. دقیقاً حس خیلی قشنگیه واقعا. خب هنوز اونجایی یا اومدی پایین؟ نه موقع که گفتی شده اون میکنم پایین. ببین یعنی یه موقعی که اونجا میرم وقتی که باهاش حرف میزنم انقدر میخندم قشنگ، بعد قشنگ میفهمم، انگار به میگه که
یه موقع میگه تو واقعا خیلی پررویی، البته که همه باید مثل تو پررو باشن، بیان اینجا از خودم طلب کنن هرچی میخوان، هر کی بهشون هرچی نداد بیان اینجا از خودم طلبش کنن. خیلی قشنگه، احساس کنم بهترین حس دنیاست. آره یه حس راحتی، برای همه میگم آرامش توی آفرین دقیقا وقتی در کنار خدا باشی دیگه چیزی نمیخوای. خب